آها یعنی تو خاک شماست؟ بله 2.5 سانتی طرف ماست اگر چیز میکنیم چکشو بیار آقا. حالا 2.5 سانتی خب که مولوی صاحب ایره که چیزو میزنن تغییر میکنه. اگر شما اوکیید ما مشکلی نداریم. ما مشکل نه خب ما تنها تصمیم ما در مجموع آقا باید 2.5 سانت تو خاک شماست. حالا خودتون میدونید. 2.5 سانتی میشه که ایره کرد چکشو طرف ببریم. شاید یک طرف هم نیست. با چکش میزنیم اون وقت مشکل. ولی 2.5 سانت همونه یعنی خود این 2.5 سانتی. همین خود از این یه بندازه بر از همون تفاوت داره دقیقه بر نداره دومره تفاوت داره قبول نه آقای مهندس ما تنها تصمیم گرفتن نمیتونیم. نه من میگم که قطر نه منظورم از ما نه منظورم از ما ماست مثلا شما باید از تفاهم الان میزنیم حله پس کو خیلی چیز کو خب بلند میگه آیه دکتر الان بیا نگاه کن ببین درست شد چقدر اومدی بی انجینیر صاحب بخوان گشته ای باش اونجا صفرش میکنم میکنیم خود تغییر نکرد تغییر نکرد اینا باز باید از دستگام چی شود پس خب چیز داره تغییر نکرد چون ضربه زدم چشمیش معلومه تغییر به چشمش با چشمیش تغییر نه مولوی صاحب 2.5 سانتی خو اینمی چیزام که زده این کج است شما ببینید ما گفتم که سه شما شاید جور شد جور که اینمی کجی از اینه که شما تغییر کنید یا این طرف یا این طرف شیب یه مقدار گنده شه بیاد بیشتر بيخي سي هو الزين چی شد؟ نه الان نگاه حالا کرد صحیحه صحیح شد جابجا که شد نگاه کن بندش جان شما نگاه کن باز توجیه کن